حمله مرگبار و غیر قابل باور بالای شرافت پروانی در کشور امریکا. آیا با واقعیت این حمله توسط همسر دوم شرافت پروانی را اندازی شده است؟ شرافت پروانی مصروف چه کار باری است؟ وضعیت وی در شفاخانه چگونه گزارش داده شده است؟ گفتنی های تازه همسر اول شرافت پروانی با کی ازدواج کرد؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق این ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام سلامتی نثار تک تک شما دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما رو خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید پس برای ما ترجیح بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب رو فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. شرافت پروانی هنرمند جوان چهره شناخته شده، یکی از محبوب ترین هنرمندان افغان که در میان مردم افغانستان علاقمندان و دوستداران خاص خودش را دارد. شرافت پروانی از ولایت زیبای پروان است. بزرگ شده این ولایت علاقمندان و دوستداران شرافت پروانی اکنون از مرزهای افغانستان عبور کرده است. مدت 10 سال می شود شرافت پروانی به طور مسلکی در هنر موسیقی کارهای هنریش را ادامه می دهد. وی در افغانستان در محفل خوشی هموطنان افغانش اشتراک می کرد. علاقمندان خوبی داشت. این همه در حالی است که شرافت پروانی مانند هزاران افغان دیگر بعد از تحولات سیاسی حاکم در افغانستان رخت مهاجرت به کشور امریکا است. در کشور امریکا هم زندگی خوش و آرامی داشت. علاقمندان خوبی داشت. آهنگ‌های می‌سرایید. اما تازه تصاویر در صفحات مجازی نشر می شود که وی بار دیگر ازدواج کرده است و امین کار شرافت پروانی باعث کاهش علاقمندانش شده است. تازه تصاویرش به نشر می رسد که شرافت پروانی در حمله در کشور امریکا در حالت بدی در شفاخانه بستری است. اما تاکنون جزئیات بیشتری این ماجرا در دست نیست. همسر اول شرافت پروانی در ایران با فرزندانش زندگی دارد. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای شرافت پروانی با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله ازال تمنا دارم. دوستداران و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان شرافت پروانی به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید پس برای ما ترجیح بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر، بدرود.